عفونت‌های واژن یا عفونت‌های زنانه انواعی از عفونت‌های اندام تناسلی بانوان هستند که ممکنه در طول زندگیشون در سنین مختلف براشون ایجاد بشه. این عفونت‌ها ممکنه که همراه خارش، سوزش، بوی بد و ترشحات بسیار زیادی باشند. گاهی این ترشحات رنگ‌های زرد، سبز و یا حالت پنیر رنگ به خودشون میگیرن. امروز ما با انواع عفونت‌های واژن آشنا میشیم. اولین مورد عفونت‌های قارچی واژنه که با سوزش و خارش همراه است. ترشحاتش ممکنه که خیلی غلیظ باشه یا اینکه کم به صورت آبکی باشه. ترشحات گاهی وقتا حالت پنیری دارن، رنگشون سبز رنگ یا زرد رنگ هست. موقع نزدیکی، موقع ادرار کردن با سوزش و خارش بسیار زیادی همراه هستند. عفونت قارچی واژن اگر که شدید باشه بوی بسیار بدی رو ایجاد میکنه و باعث التهاب و خارش در دستگاه تناسلی میشه. اما اگر کم باشه فقط ترشحات داره و بوی بدی رو ایجاد نمیکنه. مورد دوم عفونت باکتریایی واژن هست. تقریباً 50 تا 75% بانوان در این گونه عفونت‌ها چیزی رو تجربه نمی‌کنند. اما عده‌ای از این بانوان که دچار عفونت‌های باکتریایی یا واژینوباکتریال میشن هم شبیه عفونت قارچی سوزش و خارش رو در ناحیه تناسلی احساس می‌کنند و ترشحات آبکی سفید مایل به خاکستری دارند. در این گونه عفونت‌ها ممکنه که فرد بوی خیلی نامطبوع شبیه به بوی ماهی رو از ناحیه تناسلیش استشمام کنه که این از نشونه‌های بارز عفونت باکتریایی یا واژینوباکتریال رحم است. مورد سوم در عفونت‌های واژنی عفونت‌های انگلی است که این جور عفونت‌ها از یک نوع انگل تک‌سلولی به ایجاد میشه که به صورت طبیعی در دستگاه تناسلی بانوان وجود نداره. اما ممکنه که بانوی محترم از محیط مانند استخرها، سونا یا حمام‌های استفاده کرده باشه یا قرار گرفته باشه که بهداشت رعایت نشده یا از حوله آلوده استفاده کرده باشه یا اینکه شریک جنسی اون بانو دچار عفونت‌های مختلفی شده باشه. از جمله علائم این عفونت‌ها ترشح بیش از حد واژنی است که ممکنه ماده‌ای یا به صورت ماده یا به صورت مایع حالت سفید رنگ یا خاکستری مانند داشته باشه و بوی بسیار زننده‌ای رو ایجاد میکنه. زمانی که این ترشحات ایجاد میشن بعد از مدتی حالت حباب مانند با بوی زننده رو روی لباس زیر یا هر چیزی که ترشح روش اتفاق افتاده باشه ایجاد میکنند که از اصلی ترین نشونه‌هاش هم حالت حباب مانند و بوی بسیار زننده‌ای هست که دارن. مهمترین مسئله اینه که کدوم دسته از بانوان بیشتر در معرض خطر عفونت‌های واژینال قرار میگیرند. بانوانی که قند یا دیابت شیرین دارن، افرادی که از داروهای کورتونی استفاده میکنند، بانوانی که استرس شدید دارند، دچار یائسگی شدند، در زمان بارداری هستند، از لباسهای زیر غیر بهداشتی یا الیاف مصنوعی استفاده میکنند، در زمان پریودی هاشون لباس زیرها و یا پوشک هاشون رو به صورت مناسب و مداوم تعویض نمی‌کنن، بانوانی که نکات بهداشتی در استخرها یا حموم‌ها رو به خوبی رعایت نمی‌کنن، شریک جنسیشون دچار بیماری‌های مختلف هست، افرادی که دچار بیماری‌های خود ایمنی هستند. علائم کلی در عفونت‌های واژنی درد هنگام رابطه جنسی، درد هنگام خروج ادرار از اندام تناسلی و دستگاه تناسلی و مثانه، زخم‌ها و زگیل‌های بیرونی و درونی اندام‌های تناسلی، خونریزی‌هایی که بین پریودی‌هاشون اتفاق میفته و یا خونریزی‌هایی که بعد از داشتن یک رابطه جنسی براشون ایجاد میشه، دردهایی که در قسمت‌های تحتانی شکم و لگنشون ایجاد شده و داشتن هر گونه ترشح سفید، زرد رنگ و یا پنیری دلمه مانند و هر بوی نامطبوع، ترشحات بیش از حد واژن،
داشتن سوزش‌ها و خارش‌های مختلف، تورم‌های بیش از حد دندان تناسلی، اینها همه از نشانه‌های مشکلات واژنی هستند. برای اینکه بتونیم بیماری‌های واژنی رو بهتر بشناسیم و بتونیم بهتر درمانشون کنیم، باید